سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز میخوایم در مورد مجمع عمومی صحبت کنیم و بگیم چرا باید مجمع عمومی ساختمان تشکیل بشه و چه حسنایی داره این مجمع عمومی. بر اساس قانون فقط واحدهایی که از 3 تا واحد بیشتر هستن میتونن مجمع عمومی تشکیل بدن. حضور همه مالکین، مجددا تاکید میکنم، حضور همه مالکین و یا نماینده قانونی مالک. نماینده قانونی مالک یعنی کسی که دارای وکالتنامه است، رفته یه وکالتنامه رسمی گرفته و برای روز مجمع عمومی ساختمان که ازشون دعوت میکنن حضور پیدا میکنن. بر اساس قانون مستاجرین که اینجا به عنوان ساکن از این به بعد باشون در این مورد صحبت میکنیم، ساکنین حق رأی ندارند و حتی حق حضور در مجمع عمومی هم ندارند. ولی اگر ساکنین دیگه، مالکین دیگه تمایل داشته باشن که به عنوان مثال تعدادی از واحدها که مستاجر یا ساکن هستن تشریف داشته باشن، بلا مانع است میتونن بیان حضور پیراهن برسونن ولی حق رأی نخواهند داشت. مجمع عمومی ساختمان که تشکیل شد و به حد نصاب قانونی رسید، به عنوان مثال یه ساختمان 20 تا واحد داره، از این 20 تا واحد حد اکثر باید 15 نفر حضور داشته باشند یا بالای 10 نفر که حد نصاب گذرانده باشن که جمعه قانونی پیدا بکنه، میتونن تشریف بیارن و شروع کنن کاندید شدن. من به عنوان مثال میخوام خودم برای هیئت مدیره کاندید کنم، خودم معرفی میکنم، رزومه‌مو میگم من مالک واحد فلانجا هستم، فلان واحد، و شغلم اینه، کارم اینه، تمایل دارم که کاندید بشم و مالکین یا نماینده قانونی میتونن به ایشون رأی بدن. وقتی رأی‌ها به حد نصاب رسید و شمارش انجام شد، اعضای هیئت مدیره مشخص خواهند شد. اعضای هیئت مدیره اصولاً بایستی عددش فرد باشه، 3 5 7 9 11. اون دیگه انتخاب خود بر اساس تعداد واحدهایی که اونجا هست قرار میگیره. در مورد ادامه بحث هیئت مدیره و عملکرد هیئت مدیره و اینکه ریاست هیئت مدیره چه شکلی مشخص میشه بعدا با هم صحبت میکنیم. مرسی که